بانو هایده آواز خواندن را با گوش دادن به رادیو و تلویزیون و آثار بانو دلکش آغاز کرد و موسیقی را نزد چندین استاد فرا گرفت. او فعالیت حرفه‌ای خود را در سال 1347 و با اجرا در برنامه رادیویی گلها آغاز کرد. او مدتی بعد با دیگر موسیقیدانان شروع به همکاری و ترانه‌هایی از جمله سوغاتی را منتشر کرد. هایده پیش از انقلاب 1357 به لندن نقل مکان کرد. او در 1361 برای ادامه فعالیت در موسیقی به لس آنجلس رفت و در ایالات متحده ترانه بهار بهار باز اومده دوباره با موضوع دلتنگی برای ایران را منتشر کرد که با بازخورد خوبی همراه بود. او در این دهه از مشکلات روحی جسمانی رنج می برد و یک روز پس از اجرای کنسرتی در کالیفرنیا بر اثر سکته قلبی در 47 سالگی درگذشت. در 1398 شورای لس آنجلس اهمیت هایده و صدای پرتوانش را میراث جامعه ایرانی و لس آنجلس معرفی کرد. او خواهر بزرگتر دیگر خواننده ایرانی مهستی بود. موسیقیدان محمد حیدری توانایی هایده در موسیقی را تحسین کرده و در توصیف او و مهستی گفته مهستی در ایران که بود صدایش از لطافت بیشتری برخوردار بود نسبت به هایده. هایده از قدرت صدای بیشتری برخوردار بود. در خانه هایده از نفوذ کلام بیشتری برخوردار بود.